بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگان سخنگوی صدای خراسان، یوم الفراق یوم الفراق یوم الفراق بكى الصحاب وسال دم. امروز به شما یکی از قصه صادقان امت را خواهم کرد که کمی هم باشد سبب بیداری شما گردد. ابو محمد تاجیکی یک جوان بود، در عائله بسیار ثروتمند بود. به هیچ چیز احتیاج نداشت. هر چیزی که می‌خواست پدرش به او مهیا می‌کرد. ابو محمد نامزد شده بود و می‌خواست ازدواج کند. در همین زمان توحید می‌آموزد و از هجرت و فضایل جهاد با خبر می‌شود و برای تطبیق قانون الله پدر و مادر نامزد و این همه ثروت خود را به خاطر رضایت الله ترک می‌کند. فتنه به اوج خود رسیده بود که مردم به خاطر پول و مال و عیش و عشرت به روسیه و کشورهای غرب سفر می‌کردند. ولی ابو محمد این سختی و مشکلات را به خاطر رضایت الله روانه جهاد فی سبیل الله می شود. هجرت به سرزمین خراسان می کند. تاریخکم قد زاله افعالکم واليوم نشدو ذکرکم طوبى محمد و محمود. ابو محمد الله برایش یک حسن جمال زیبا داده بود. او تقریباً 23 ساله بود. لباسهایی که در تن خود داشت لباسی عادی بود. حتی همان لباسهای هم از آن خود نبود. برادران برایش هدیه کرده بودند. او به دیوان دعوت المساجد داخل می شود. این دیوان امر به معروف و نهی از منکر بود. او می رفت به دهه ها مردم را دعوت به توحید و جهاد می داد. ابو محمد می گفت تنها به دعوت نمی شود، می خواهم از مجاهدین باشم که با جانم جهاد کنم. رب طامع تلتحق بالراحلین یوم الفراق. و می رود بخش قناسی نشانه‌زنی را می آموزد و شبها ریباد می ایستاد و به شکار دشمنان الله می رفت. زیاد از دشمنان را کشته بود. او یکی از حصه شب را نگهبانی میکرد و به خانه می آمد. اهل قیام لیل بود. با نماز شبا ایستاد میشد و کم استراحت میکرد. باز بدون احساس خستگی روزها به دعوت مردم میرفت تا مردم را دعوت به توحید بدهد. همین طور شب و روز در راه الله خدمت میکرد تا اینکه رمضان آمد. یک روز وقتی نماز عصر این برادر مجاهدی راه الله در مسجد بود و میخواست طهارت کند. در زیر درخت توت برادر نشسته بود. ابو محمد آمد با لباس پاک و با چهره پر از نور به او گفت برادر جان، در دلم شهادت است. در همین رمضان دوست دارم شهید شوم. شب شد و به نگهبانی خود رفت و صبح آمد استراحت کرد. در همین زمان امریکا می آید از بالا با چرخبال خانه ابو محمد را بمبارد می کند. خانه به خاک یکسان می شود. همراه او یک برادر دیگر نیز بود و هر دوی آنها با بدنهای پاره پاره شده جان به الله می دهند. الله شهادتشان را قبول کند. و در زیر درخت توت که دیروز گفته بود در دلم شهادت است به خاک می سپارند. این از صادقان امت. یوم الکریهة قد رأیناه شجاعا قد عرفناه بتکبیر سمعناه ذاک محمد الشریف. بسیار هست شیران خلافت که همین گناه هجرت کردند. ما این را یک نمونه به شما قصه کردیم که به خاطر رضایت الله همه ای چیزهایشان را ترک میکنند. پدر و مادر، زن و فرزند، پول و مالشان را و از همه چیزی با ارزش جانشان را فدا در دین الله میکنند.
ای برادران مسلمانم، بیایید از خود سیرت باقی گذارید تا بعد از شما نسل آینده به خواندن سیرت شما بیداری در قلبشان آید و خدمتگاران دین الله شوند. ومضى الرفاق وخلفوا من بعدهم ألم يمزق مهجتي. هم إخوة قد أورثوا العزة ولم يرضوا بعيش مذلتي. يا من كتبتم بالدماء تاريخكم قد زانه أفعالكم، واليوم نشدو ذكركم طوبى محمد ومحمود.